با یک سیخ کباب یا قاشق اونو تزیین میکنیم. به این ترتیب شکل میدیم. البته هر شکلی که خودتون دوست داشتید میتونید حلوا رو در بیارید. من خواستم با یک سیخ کباب به شما آموزش بدم که چطور این گل رو روی حلوا در میارم. امیدوارم که شما هم درست کنید و از طعمش خوشتون بیاد. تا یه روز دیگه و یا آموزش دیگه، روز و روزگار به کامتون. خدا نگهدار.